از کلاس زبان که برگشتی برو خونه عمه افریته کثافتت. مامانت گفته باشه برو با سلیم بازی کن. باشه اینجوری شد حالت ول کن دیگه خواسته خدا بود. سلام سلیم. حالا مهم نیست دیگه یکی دیگر رو پیدا میکنیم. باشه گفتم گوشو حرفو مامان بازی کن گفتم. خب باشه به خود الینا رو دیدم گفتم مامان بازی کن. چقدر چرت و پرت میگه بیشور. به خدا قبل نکنی زنگ مامانم یادا. خیلی آدم دروغگوییه. قطعا زنگ مامانم یادا. بیشوریه. 100 دفعه واسه بعدا حالا بهتر میگن. ها چیه؟ با من بازی کن. ها چی بازی کنم از تو به مخ من خوردی؟ من همین الان اومدم. خیلی موقع تو رو از صبح خوردم که فقط دروغگو. حالا یه چیزی گفتم چی بازی کنیم؟ گوشی بده من بازی کنم. اولم که تو میگی بیا با هم بازی کنیم. دومم گوشی یه چیز شخصی من برای چی به تو بدم؟ گوشی رو بده دیگه میخوام بازی کنم. نه گوشیمو نمیدم بیا با هم مونی پولی بازی کنیم. باشه فقط باید به من پول بیشتر بدی. نه دیگه مونی پولی یه چیز قانون داره که نمیشه پول بیشتر داد. میدونم. باش بیا با هم بازی. باشه